راهبر نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه ظاهر میرزازاده با معاون رکتور اوید به تحصیلات ایلوواگی دانشگاه دوستی خلق‌های روسیه انژела دالژیکووا گفت‌وشنود کرد. بنا به معلومات نمایندگی، جانب‌ها راه‌های امکان‌پذیر تشکیل نظام آموزشی شهروندان جمهوری تاجیکستان را که خواهش سپاریدن امتحان‌های عمومی، آماده نمودن متخصصان و سازمان دادن مرکزها آید به امتحان‌های عمومی را در تاجیکستان دارند بررسی کردند. موافق قانونگذاری فدرالی از سال 2015 شهادتنامه برای دانستن زبان روسی، اساسهای قانون و تاریخ روسیه حجت حتمی برای گرفتن دفترچه مهنتی محسوب می شود. متاسفانه حالتهایی می شوند که میانروان به انصاف برای فریب و مهاجران زودباور شهادتنامه های قلبکی می دهند که در نتیجه این شهروندان دفترچه مهنتی گرفتن نمی توانند. با مقصد معین و پیشگیری نمودن چنین حوادث، انژela دالژیکووا آمادگیش را برای دسترس نمودن معلومات نسبت به شهادتنامه اصلی ابراز داشت. همچنین جانب‌ها آید به جلب شهروندان تاجیکستان برای آموزش زبان روسی و مطابق شوی اجتماعی فرهنگی در مرکزهای آموزشی دانشگاه دوستی خلق‌های روسیه به طور رایگان به توافق رسیدند.